خسته شدم اوچه، خسته شدم اوچه جان. هر باره که پدرم را در روی عروبچه میبینم دلم خون میشود اوچه جان، خون. اوچه جان، جانی اوچه، بدم رو بیه ماشین رو با من دیه تا خونه های کنم. پسر جانم، حالا بر وقت حال مکتبت را تمام کن، بعد حجت های رانندگیت را میگیری، انا بعد پدرت به تو ماشین میخرد. شما یک حیات همین سخن رو تکرار میکنید. مکتب رو تمام کن، حجت رانندگی رو گیر. با دلم زده است. من میدونستم که شما مرا دوست نمیدارید دوست. همین خیلی یک حیات. پسرم حاله جان. بچم، کاش که میدانستی که من از جانم هم زیادتر دوستت میدارم. مکتب رو تمام کن، حجت رانندگی رو گیر. بلا زند. حجت های رانندگی در مسخر کردنی؟ خی بچگیده، انا مسئول تربیه شما. خی جوان، جوانی خودتان را به یاد دارید مردک جان؟ اوچه چگونه بچه نمونه؟ خیر اجازت دید یک بار ماشین را راند. یگان واقع رخ دیدگر خودتان جواب میدید. هیچ واقعا نمی شود. چه زنید بچه اتان رو؟ حاضر بچم، بیا ساله من از این جان. بچه دلپور نیستم. ساله جان بیا، ددت راضی شد بچم. خب تو دلت از خودت پر است؟ مایلش خب ساله وقت رسید. آیسته کن بچم. ساله بچم، ساله آیسته ساله
کوی اسکندر کوی اسکندر شما خوب هستید؟ صحت سلامت هستید؟ سلامتی های چی طور؟ سلام علیکم و سلام علیکم و سلام علیکم. خوب هستید؟ من آمدم که یک بار از سلامتی شما خبردار شوم، ببینم که شما چگونه هستید. امروز با درس دیر کردیم و باز تو را انتظار است. خیلی شد. خیلی من گفتم. سلام بچه ها. چرا دیر کردید؟ سلام نرگس. دیر کردیم؟ نخور. من گفتم که باز چرا دیر کردید گویان جنگ هم میکنند. این است که فقط مرا یک کس جنگ میکند، لیکن تو را باشد جنگ میکردگی ها حساب ندارند. شد اکجان شد، فقط سر نکن، التماس بس کن. راست؟ آخر تو که این طور میگردی؟ چی طور؟ نگاه کن، خود را به نادانی میزنم. تو دل آدمی داری یا نه؟ و من نگاه کن، که دلت را به یک کس داده عاشق حقیقی میشوی. اگر من عاشق شوم گناهگار میشوم. چرا؟ یعنی؟ مثل شما نه، چون که چنان دوست دارند مجنون هم مجنون تر. فهمو؟ به درس دیر شد. بیایید رفتیم. رفتیم. خوب است. خدا تون رو احتیاط نه. سلامت باشید. فاتح جان و سالی جان با کجا رفتن؟ امروز درس رفتن. به عشق باور نکردن از سستی اعتقاد است. بر حق می فرماید عشق نیست بلکه جنونی نشانه عشق است. شاعر هم شده اید تو؟ نرگس، درد عشق تو مرا از شاعر هم شاعرتر کرده است. ساله در کجاست؟ نمیدانم. آوای امروز زادروز دارد. چی؟ زادروز دارد؟ ها زادروز دارد. از یادم برآمده بود. چی تو فراموش کرده بودی؟ آخر حاضر تبریک میکنی. کنی بینیم در کجا باشد. پیش خدمت اینجا بیا. سلام. یک تا شامپان بیا. منوشه. خیر میکنیم. بله. چرا ساله دیر کرد؟ آخر گفته بودی که بر وقت می آید. زنگ نزدی؟ حاضر زنگ میزنم. حاضر. تلفنش خاموش است. چرا ساله دیر کرد؟ فاتی جان، ساعت بین چند شد بچم؟ از 12 گذشته است. برای زادروزی ساله جان. تشکر. ساله جان به تو خوشبختی میخواهم. زادروز مبارک. رحمت. تشکر. دوستان، من این قدح را برای همه شما می‌نوشم. هرگز شما غم را نبینید. همیشه مثل من موفق باشید. منوشید. سلام. باز نوشه
باز نوشیدی ها؟ یک شیشه چای. آخر همه زهر است. تو چرا گپم رو گوش نمیکنی؟ چرا عمری جوانت را خزان میکنی؟ چرا مرا میرنجانی؟ تو به من گفته بودی که دیگر نمی نوشم. دادا نمی نوشم. اوچم رو یاد کردم. اوچم چیکار کنیم؟ اوچم چی علاج بشه جانم؟ دادا اوچم مرا نزدش میخونند. نگوی. خیل نگوی. خیلی خیز جای خوابت رو. باز بگاه ترس داری ها. خیز بخونت رو. خیز رو باشم خودت را آزاد نده. رو خدا مدد رساند. خدا مددگارت باشد پسرم. نگاه کن در روزی اول خودش رو چه نشون میدهد. تو چیکار کردی ابله؟ زودتر به یاری تاجیلی زنگ زن. زودتر. جوان مرد خودت را چه لیز میکنی؟ بد نی. سلام علیکم. سلام علیکم. سالی جان سلامتی ها چطور؟ خوب هستی؟ سلام علیکم. پسری ما چی احوال دارد؟ بهتر. زیاد لابلویچ. همین زخم ها را تازه کردن. خوب شده است. برای همین شما فوراً همشیره شفقت را دعوت کنید.
تشکر دکتر بهرام. آقای اسکندر، همراه پسرتان یک با اتاق کاری من درآید. مایلش دکتر، البته. هیچ گپ نیست. صحت میشوید، همش خوب میشود. پروا نکنید. خوب؟ سالی جان، یک نزد دکتر رویم چی؟ فوتی جان. انم آمد. بیایید مرحبا. سلام دکتر بهرام جان. آقای اسکندر، سلامتی سالی خوب است. خدا را شکر دکتر بهرام جان. ضربه ای که پسرتان امروز گرفته است با آسیب 3 سال پیش در صدمه اتومبیلی گرفته‌اش در میان است. آسیر رسول. این ناممکن است. اگر یک بار دیگر اثر از ضربه خورد می تواند خاطرش را از دست دهد. این چیزی که در اینجا نشان داده شده است اکو خود را به دست گیرید. باز ممکن است با همین زندگیش دیر دوام نکند. نخواهم اینطور باشد. دکتر، یگان علاجش نیست مگر؟ شاید، لیکن او باید در طول 1 ماه در بیمارخانه خواب کند. قسم به جانم که چشمای زیبا داری. شوخی‌های عجیب. اگر سلامت ماندن خواهی دیگر این سخنها را تکرار نکن. فهمیدی؟ سلامتی بیفایده به کی لازم؟ برای آینده است. آرزومند شنیدن نام تویم. اگر بخوابی میشنوی. تو باوری داری که پس از دیدن تو مرا خواب برد؟ افسانه را خوب نکنی کرده. ایستا، چون که تو مثل قهرمان افسانه یونانی افرودیت هستی. به خیالت من این سخن بازی ها رو نمیدونم. مثل تو برای نوجوان در شهر ما خیلی زیاده. آیا میدانی برای چه همه ناطق شدند؟ همه مجنون صحرایی الان دیده. سلام فیروز. چرا تو چند شب باز به خانه نمیویی؟ تو در کجاها میگردی؟ من بعد من با تو کوچه‌گردی را قطعیاً من میکنم. من اکنون صاحب اختیارم. با کجای خواهم رفتن میگیرم. ای بچه، من از پشت تو هر روز گپ میشنوم. با من هر روز مردم هزارها مراتب تو لعنت خونده ایستادند. از بالای تو بر این فرزند با هر حال من با تو پدر هستم. پدر؟ پدر؟ فیروز، تو هیچگاه با من پدر شده نمیتوانی. فیروز. سلام بچه. سلام. موضوع دست این روزه ما داستان لیلی و مجنون نظامی گنجک است.
дар ҳамон асарҳои фалсафӣ ҳам бояди шумо як муҳаббатра нисбат ба табиат, нисбат ба зиндагӣ, нисбат умуман ба мавҷудот бояд ҳис кунед. اجروی این سالی با کیو شد شده باشد؟ با من